سلام خدمت همه عزیزان، نامدار هستم، کانون بازیابی اطلاعات. در رابطه با ریکاوری هاردای اکسترنال فرمت شده که اتصال دادن به تلویزیون یا به گوشی و ناخودآگاه فرمت انجام شده، یا حالا در نهایت از شما سوالی میکنه به عنوان قالب بندی و شما چون معنیشو ممکنه ندونین اوکی کنید و در نهایت کل اطلاعاتتون بپره. دلیل عمده و اصلی که این کار میتونه داشته باشه اینه که اصولا فایل سیستم اغلب هاردها NTFS، اما فایل سیستم که تیوی، تلویزیون یا گوشی اغلب از اون پشتیبانی میکنه فایل سیستم های فته. زمانی که هارد رو به گوشی وصل میکنین ممکنه از شما سوال کنه قالب بندی، چون شناسایی نمیکنه، میخواد فایل سیستمش رو به فایل سیستم مد نظر خودش تغییر بده و وقتی این کار رو انجام میده اطلاعات شما فرمت میشه. یک یا این مشکله یا در نهایت ارورهای مانند ارور فرمت که ناخودآگاه ممکنه برای شما پیش بیاد که ممکنه به علت خرابی فایل سیستم یا خرابی فیزیکالی هارد به وجود بیاد، که ما اینجا داریم بیشتر ملاک ما خرابی فایل سیستم و هارد از نظر فیزیکی سالمه. یا هارد داریم که مشتری به تلویزیون وصل کرده و پیغام فرمت داده. ما در نهایت هارد رو الان متصل میکنیم به سیستم و زمانی که متصل میکنیم به سیستم منتظر میشیم و میبینید اینجا ارور فرمت ظاهر شد و در نهایت ارور فرمت رو حتما کنسل میکنیم و در اینجا میبینید که نمیتونید واردش بشیم و وقتی اوپن هم میکنید دوباره ارور فرمت نمایان میشه و در اصطلاح با گزارش راه شدن هارد مواجه میشیم. ما میخوایم آموزش بازیابی اطلاعات هاردهای فرمت شده یا هاردهایی که پیغام فرمت میدن توسط PC3000 رو اینجا آموزش بدیم. ابتدا نرم افزار PC3000 مون رو ران میکنیم. زمانی که PC3000 ران شد ما یه تسک جدید باز میکنیم. هارد یکم طول میکشه چون ارور فرمته و ممکن هم هست هارد از نظر فیزیکالی زمانی که به تلویزیون وصل کرده باشن آسیب دیده باشه، اما خب در نهایت باز شد. حالا اینجا هر اسمی دوست داریم براش میذاریم. ما به عنوان مثال تست رو انتخاب میکنیم، نکس میکنیم. اینجا از ما میپرسه که کدوم هارد شما مد نظرتونه که میخواید بررسی کنیم. ما میگیم مثلا هارد دیسک 4. اینجا میایم مطابقت میدیم که دقیقا درست باشه. اینجا میبینید دیسک 4 خورده و در نهایت اینجا هم دیسک 4 خورده. ما نکس میکنیم. اینجا اگر هاردتون از نظر فیزیکالی مشکل داشته باشه بهترین گزینه اوله که از کاری که داری انجام میدی یه ایمیج میگیریم. اگر نه فقط مشکل فایل سیستم پیدا کرده و از نظر فیزیکالی مشکل پیدا نکرده همون Create Virtual Translator رو انتخاب میکنیم و در نهایت Next و اوکی میکنیم تا وارد صفحه دیتا اکسترکتور PC3000 ما بشیم. زمانی که باز میکنیم ممکنه اینجا برای ما هیچ پارتیشنی هم نیاره و ممکنه هم از بیاره. بهترین کارش اینه که ما اینجا روی دیسک آنالیز یک کویک دیسک آنالیز میزنیم و فایل سیستم مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. حالا یا اگر بدونیم فایل سیستمش چیه، NTFS فت چیه انتخاب میکنیم. در غیر این صورت گزینه آل که در نهایت اینجا میبینید گزینه آل دیفالتش خورده انتخاب میکنید و در نهایت اپلای میکنید. زمانی که بررسی میکنه دیگه نیازی ما به بررسی بیشتر نداریم و میبینید زیر 10 ثانیه بررسی رو انجام داد.
استارت یه پارتیشن رو پیدا کرد، اینجا استارتشه و توتالشه و فضای استفاده شده شو داره به ما نشون میده. و اینجا هم حتی یه گزینه روش بزنی ممکنه اینجا برای شما همین یه گزینه رو نمایش بده. زمانی که واردش میشید اینجا بازش که میکنید، در نهایت شما میتونید کل اطلاعاتش رو اینجا ببینید و نمایش داده میشه و به راحتی اینجا با همون طبقه بندی قبلی مشتری شما میتونید اطلاعات رو به مشتری تحویل بدید. حالا به عنوان مثال زمانی که مثلا اگر خواستید، حالا اگر اینجا هم سوال داشتین که اینجا چجوری ما باید ریکاوری رو انجام بدیم، گزینه مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و در نهایت اطلاعات مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. حالا ممکنه یه فولدر یا کل پارتیشن رو بخواید انتخاب کنید، انجام میدید و در نهایت سیو و یه مسیری به مسیر مورد نظری رو که ظرفیت همخونی داشته باشه با اینو انتخاب میکنیم و در نهایت اینجا یه تسک جدید میسازیم به عنوان مثلا حالا اسم مشتری، تست یا هر چیزی انتخاب میکنید و در نهایت اوکی میکنیم و اینجا شروع میکنه به اول محاسبه کردن این فضا و اینکه آیا فضا داریم نداریم و غیره و در نهایت شروع میکنه به کپی کردن. امیدوارم این فیلم آموزشی برای همتون مناسب باشه و البته این نیازه که حتما شما دستگاهی به نام دستگاه PC 3000 یا کلا ابزارهای سخت افزاری، حالا ابزارهای سخت افزاری دیگه مثل دولفین هم داشته باشین، کارتون رو به راحتی انجام میده و بهترین پیشنهادی که من میتونم خدمت دوستان انجام بدم که اینجا الان شروع کرد کپی کردن و حدودا حجمش رو به دست آورد 286 گیگه و شروع کرد با سرعت 86 مگابایت کپی کردن رو انجام میده. این نشون دهنده اینه که زمانی که هارد وصل شده به سیستم تا اینجای کار ما مشکل بد سکتور، خرابی، ضعیفی و غیره رو نمیتونیم تو هارد ببینیم و هارد فقط فایل سیستم هاردش ایراد پیدا کرده. پیرو به صحبت قبلیم اینه که زمانی که هارد با این پیغام را مواجه شدین یا همون جوری که هارد رو ابتدا به ساکن روی سیستم ما وصل کردیم پیغام فرمت نمایش داده شد، به هیچ عنوان دوباره تکرار میکنم هارد رو فرمت نکنید، چون این باعث میشه که در بعضی از هاردها ریکاوری غیر قابل انجام بشه یا حداقل حجم زیادی از اطلاعاتتون مخصوصا هاردهای جدید وسترن دیجیتال یا هاردهای SSD که تریمشون فعاله غیر قابل بازیابی بشه. به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید و به راحتی میتونید ریکاوری رو انجام بدید. البته این ریکاوری صرفا از طریق PC 3000 و ابزار سخت افزاری، اما نرم افزارهای دیگه هم اگر بخواین انتخاب کنین همین خروجی و به همین راحتی میتونین اطلاعات رو شما ریکاوری کنید. امیدوارم هیچ موقع به این مشکل بر نخورید یا اگر خوردین این فیلم به دردتون بخوره. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.